سلام، من مهدی هستم و اینجا سوید فیزیکه. در اینجا تصمیم داریم مسائل فیزیک رو به ساده‌ترین شیوه ممکن توضیح بدیم. واسه ویدیو اول که همین ویدیو باشه تصمیم بر این شد که فیزیک چیست رو بررسی کنیم، چون که در آینده احتمالا خیلی نیاز بشه که ارجاع بدیم به این ویدیو. اگه بخوایم یه تعریف خیلی خلاصه و کوچیک شده از فیزیک رو ارائه بدیم، میتونیم بگیم که علمیه که به سوال چگونه جواب میده. البته باید اینم در نظر بگیریم که این چگونه نسبت به چه چیزی مطرح میشه. خب میدونیم که فیزیک یک کلمه از ریشه یونانی به معنی طبیعته. پس در واقع جواب چگونگی‌های طبیعت رو میده. حالا این چگونگی‌های طبیعت میتونه در مدار قرار گرفتن ماهواره ها باشه، در مدار قرار گرفتن زمین باشه، یا حتی میتونه سقوط نکردن یه الکترون به داخل هستش باشه که ما وقتی این پدیده ها رو میبینیم میپرسیم چطور اینطور اتفاقی داره میفته و جواب اینها یه جوابی که علم فیزیک باید بده. سوال بعدی که در راستای همون شناخت فیزیک و فیزیک چیست باید مطرح کنیم اینه که حوزه فیزیک کجاست؟ خب همونطور که گفتیم فیزیک به معنی طبیعت، پس هر جا که طبیعتی وجود داشته باشه میتونه حوزه فیزیک باشه. از نظر پیچیدگی که بخوایم بررسی کنیم، از یه چرخ ساده که قرنها پیش ساخته شده تا آیسی که کامپیوتر شما باهاش کار میکنه و پردازنده هایی که امروزه داره ساخته میشه همش در حوزه فیزیک قرار میگیره و با استفاده از علم فیزیک ما میتونیم اینا رو بسازیم. در واقع علم فیزیک یه علم خیلی پایه و خیلی از مهندسی ها نشأت گرفته از علم فیزیک هستن، مثل مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران و خیلی چیزهای دیگه. و اگه بخوایم حوزه‌اش رو با یه مقیاس مجموعه تعیین کنیم، از کوچکترین چیزهایی که میشناسیم مثل یه کوارک، یه نوترینو، تا بزرگترین چیزهایی که میشناسیم مثل یه کهکشان تو فیزیک مورد بررسی قرار میگیره و فیزیک مسئله رو میگیم. حالا کلمه فیزیک مسئله شاید یه کلمه‌ای باشه که دقیقاً این ویدیو ساخته شده که مفهوم اون کلمه رو برسونه و فیزیک مسئله در واقع یعنی چگونه کار کردن مسئله، چگونه کار کردن سیستم. و تحولاتی که در فیزیک از قرنها پیش تا امروزه صورت گرفته باعث شده که امروزه ما فیزیک رو به عنوان یه علم که مدل سازی ریاضی انجام میده بشناسیم. و خب واقعیت اینه که زبان ریاضی زبان طبیعت و فیزیک علم طبیعته، پس خیلی بهتره که طبیعت رو با زبان خودش بشناسیم، نه با زبان ما که جزء و جواب به پرسش چگونه رو به صورت یه جواب ریاضی، یه تابع ریاضی، یه فرمول به ما میده. و اگر ما بخوایم جواب رو با یه زبان انسانی بدیم، باید تو حوزه متافیزیک بررسی بشه. راجع به متافیزیک یه مقدمه خیلی کوتاهی آماده میکنم و روز 29 خرداد داخل پیج قرار میدم. میتونید از هایلایت برنامه خرداد ماه رو کامل ببینید. اگر نظر انتقاد چیزی دارید حتما کامنت بذارید. پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید، پیج یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید. این تنها راه حمایت از ماست و خیلی خوشحال میشیم بتونیم مطالبی که در اختیارتون قرار میدیم مطالب مفیدی باشن و با کامنت هاتون ما رو راهنمایی کنیم که چطوری بهتر بشیم و چطوری به ایدئال های شما نزدیکتر بشیم. خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتین این ویدیو دیدین. اگه دوست داشتین لایک کنید. تا ویدیو هفته بعد، خداحافظ.